مسابقات لیگ برتر فوتبال بادغیس با قهرمانی اتحاد و نایب قهرمانی پیروزی خاتمه یافت. تلاش ما به این است که بتانیم فوتبال را از مرکز به ولسوالیا انتقال بدیم، از ولسوالیا در قریه و قصبات که خوشبختانه ما در ولسوالی قادس، حوزه گلچین، حوزه لنگر و همینطور در ولسوالی سنگاتش مسابقات داریم. صحت و سلامتی بدن میشه و جوانان خیلی خواهش میکنه که رو به ورزش بیارن. ورزش خیلی خوبه، بر روی تاثیر میکنه و وضعیت فیزیکی انسان خیلی خوبه. ورزش که خواست ما از آمریت ورزشی اینه که میدان میاری برای فوتبالیستای بادغیس و دیگه توجه ارگان‌های دولتی برای فوتبال در بادغیس.